سلام و وقت بخیر خدمت شما عزیزان. امیدوار هستم جور و صحتمند و سالم و سرحال باشین. من سمی امیریستم، خوش آمدین در این ویدیو از چینل ایسی ریمو. دوستان عزیز، ما قصد داریم در این ویدیو برای شما هایی که قصد دارین آیفون بخرین و قیمتش را نمیفهمین، برای شما که است ما در این ویدیو که است قیمت های آیفون های بازار کابل را که جمع آوری کردیم، از پایین ترین نرخ تا بالاترین نرخ، که در ادامه برایتان خواهیم گفت که هر موبایل آیفون قیمتش چی است، قیمتش چند است و چند خرید و فروش میشه در بازار کابل. در ادامه برای شما خواهیم گفت. قبل از ادامه ویدیوی ما دوستان عزیز، لطف نموده ویدیوی ما را لایک کنین، چنل ما را سابسکرایب کنین و زنگوله کناریش هم فشار بتین تا هر موقعی که ویدیو آپلود کردیم شما اولین نفرایی باشین که بیننده ویدیوی ما هستین. میریم به طرف اولین آیفون ما. دوستان عزیز، اولین آیفون ما که است آیفون نسل دوم SE است که در بازار کابل البته طرفدار زیاد نداره، اما خریدار خود داره. و آیفون هم خوب است از هر لحاظ که از چپست قوی داره، iOS های جدید پشتیبانی کرده و دیگه اینکه دوربینش با کیفیت است و مشکلات هم داره، مثل ضعیف بودن بطری و صفحه نمایش کوچک، یا که از مشکلات عمده خود اینمی آیفون SE نسل دوم یا هستن. خب قیمت آیفون SE نسل دوم که در بازار کابل فعلا که حدوداً بین 6 تا 7 هزار افغانی که از خرید و فروش میشه. البته مو 64 جی بی شاید مو 6000 افغانی است و 256 که است یا باز تا 7000 افغانی هم که است میرسه. دوستان عزیز، آیفون بعدی ما هم که از آیفون های 8 است. آیفون 8 که است در سال 2017 معرفی شد و آیفون بود که خیلی علاقمندای زیاد داشت. از هر لحاظ اولین موبایلی بود که پشتش از شیشه جور شده بود و دیگه اینکه خیلی آیفون خوبی بود در وقتی که برآمد. دوربینش با کیفیت بود، از هر لحاظ که از عالی بود. اما فعلا یگانه مشکلی که داره دیگه iOS دریافت نمیکنه، آپدیت نمیگیره و دیگه اینکه قدیمی شده دیگه. موبایل خیلی قدیمی شده، تقریبا چند سال میگذره، تقریبا 8 سال که است قبل کس برآمده بود آیفون 8 و دیگه اینکه فعلا کس مشکلات زیاد داره از لحاظ مثلا ضعیف بودن بطری، عمده ترینش هم ضعیف بودن بطری است و دوم اینکه صفحه نمایش کوچک داره. فکر صفحه نمایشی که سر آیفون های SE نسل دوم است سر نیمه آیفون 8 هم است و فعلا که از قیمت از اینکه در بازار کابل که از حدودا از 4000 افغانی شروع میشه تا 6000 افغانی، یعنی اگر 4000 اگر باشه شاید حدودا 4000 افغانی مو 64 جی بیش است. اگر 256 اگر بخرین او میشه که تا حدود مرز 6000 میرسه. دوستان عزیز، آیفون بعدی ما که است آیفون های 8 پلاس است. 8 پلاس اون خودتان هم میفهمین دیگه. 8 پلاس که است خیلی بین مردم محبوب است و تا فعلا هم که است خریدار خیلی زیاد داره در بازار کابل. البته دست دوم است، خیلی خریدار زیاد داره. تا فعلا هم خود مردم هم میفهمن که iOS یا آپدیت دریافت نمیکنم و بازم که است میرن میخرن، چون که علاقمندیش نسبت به آیفون 8 پلاس که است خیلی زیاد است. از هر لحاظ که است شیک است، طراحیش مخصوصا خیلی طراحی شیک و مدرن داره دیگه. تا فعلا خیلی واقعا هم آیفون شیکی است اگر دست بگیرن. و دیگه اینکه آیفون 8 پلاس که است قیمتش حدودا 8000 افغانی است، بین 7.5 تا 8.5 هزار افغانی است. در بازار کابل که است خرید و فروش میشه و از هر لحاظ هم که است تا فعلا هم که است برای بعض کارهای شما که است جوابگو است. مثلا از لحاظ دوربین، از لحاظ مثلا صفحه نمایشش خوب است نسبتا و بطریش هم نسبتا قابل قبول است. میتونه مثلا در یک روز که است 6-7 ساعت که است 4 دوام بته برای شما و دیگه اینکه کیفیت ساختش هم که است خوب است، نسبتا بد نیست. اولین موبایلایی بودن که از آیفون البته پشت سرشان که از شیشه جور شده بود و خیلی شیشه با دوام و مقاوم بود. اگر شما هایی که قصد خرید آیفون 8 پلاس داشته باشین حدودا بین 7.5 تا 8.5 هزار افغانی که از خرید و فروش میشه در بازار کابل. آیفون بعدی ما دوستان عزیز آیفون X است. X خیلی یک موبایل محبوبی است در بین مردم. تا فعلا هم دست خیلی ها هستن، خیلی ها که هنوز استفاده میکنن از آیفون X، بخصوص
صفحه نمایش با کیفیت داره، خیلی با کیفیت صفحه نمایش. اولین موبایل بود در آیفون ها که صفحه نمایش 5.8 اینچی شد، البته کامل شد، کاملا کل صفحه را که از در بر میگرفت، فقط مو ناچ را داشت در بالای موبایل. اما با صفحه نمایش کاملا بزرگتر عرضه بازار شد آیفون X. و دیگه اینکه دوربینای خوب داره، از هر لحاظ که از تا فعلا هم که از نسبتا خوب است، اما مشکلات خود هم داره. از لحاظ بطری ضعیف است، از لحاظ مثلا مهمترینش یعنی نگرفتن iOS هایی که آمد مثل iOS 17 و 18 و یا که آمد یارن نگرفته و ساپورت نکرد ی آیفون. فقط یگانه iOS رم که آخرین iOS رم که دریافت کرد iOS 16 بود. بعد از او که iOS دیگه دریافت نکرد. و این آیفون هم که دوستان عزیز در بازار کابل حدوداً بین 8.5 تا 9.5 هزار افغانی الا 10,000 افغانی که خرید و فروش میشه در بازار کابل. دوستان عزیز، آیفون بعدی که ما در نظر گرفتیم برای شما عزیزان آیفون XS و XS Max است. در بازار کابل دوستان عزیز آیفون XS که است بین 11.5 تا 12.5 الا 13,000 افغانی که خرید و فروش میشه و XS Max هم که از 16,000 شروع میشه تا به 18,000 افغانی که خرید و فروش میشه در بازار کابل. XS و XS Max که خیلی موبایل های با کیفیت هستن، تا فعلا هم که خیلی مردم ازش استفاده میکنن، بخصوص این دو موبایل که از لحاظ دوربین خیلی قوی هستن و دیگه این که از لحاظ عکس گرفتن بسیار عکسای با کیفیت و عالی و جذاب میگیره و دیگه این که صفحه نمایش بسیار بزرگی دارن. یکیش هرچند صفحه نمایشش خورد از آیفون XS صفحه نمایش 5.8 اینچی را داره، اما آیفون XS که با صفحه نمایش 6.5 اینچ که صفحه نمایش بزرگی داره و خیلی خوب است، از هر لحاظ با کیفیت است و اولد هم است این شکل و بطریایشان هم خوب است. اگر بطریایشان اگر پایینتر از 90 باشه بر شما پیشنهاد میکنم که بطریایشان رو چنج کنین تا یک بطری خوبتر رکز نصب کنین روی موبایلتان و دیگه اینکه یک روز کامل رکز براتان کاملا جوابگوی کارهای شما هست آیفون XS و XS Max. و دیگه اینکه دوستان عزیز آیفون XS و XS Max که یک طراحی کاملا مدرن و خوش تیپ و خوش دست و جذابی را داره و هر کسی هم که حتی از دور هم نگاه کنه عاشق موبایل ها میشن، بخصوص رنگ گلد جذابش که دل خیلی ها را که به خودش کش میکنه آیفون XS و XS Max. دوستان عزیز میریم به طرف آیفون بعدی ما. آیفون بعدی ما دوستان عزیز آیفون 11 است. آیفون 11 دوستان عزیز در سال 2019 با همراه آیفون 11 پرو مکس معرفی شد. آیفون 11 که از فکس کاپی آیفون XR بود که همراه XS و XS Max یک جای معرفی شده بود. فکس کاپیش بود، فقط با این فرق که یک دوربین اضافه شده بود در آیفون 11. او دوربین هم که از آیفون دوربین اولترا واید بود که اضافه شد و دیگه اینکه اولین موبایل بود که قابلیت نایت مود یا حالت شب را که به دوربین های خود اضافه کرد. واقعا هم که خیلی کار عالی را کرد اپل با این کارش، با این اضافه کردن نایت مود. تا فعلا آیفون های نسل جدید هم که از این پشتیبانی میکنن از این نایت مود و خیلی عکسای با کیفیت بخصوص در شب که برای شما که میگیره. آیفون 11 که از iOS جدید هم میگیره، یعنی iOS 26 هم میگیرن، یعنی خیلی یک آیفون چی بگم براتان مدرن است. تا فعلا هم که آیفون خیلی مدرن است، در دست خیلی ها که هنوز هست استفاده میکنن از هر لحاظ. فقط یک مشکلی که داره، مشکلش همیشه که صفحه نمایشش که LCD است، مثل اولد با کیفیت نیست. صحیح LCD هم با کیفیت است اما نسبت به اولد کم کیفیتش پایینتر است. و دیگه اینکه دوستان عزیز آیفون 11 که در بازار کابل فعلا بین 16 تا 18 هزار افغانی که خرید و فروش میشه. اگر شما قصد خرید آیفون 11 دارین، اگر در بازار کابل بطری بالاتر از 90 را اگر پیدا کنین، اما هدف سلامت بطری 90 اگر به بالا پیدا کنین، یک روز کامل که برای شما جواب میده. بطریش خیلی بطری با کیفیت هم داره، از هر لحاظ دوربین قوی داره، دیگه اینکه شکل و ظاهر جذاب داره. تا فعلا هم که خیلی مردم که ازش استفاده میکنن و براتون گفتم که قیمتش هم که بین 16 تا 18 هزار افغانی که
خرید و فروش میشه در بازار کابل. آیفون های بعدی ما آیفون های 11 پرو و 11 پرو مکس است. دوستان عزیز، آیفون های 11 پرو و پرو مکس ما که است خیلی موبایل های جذاب و با کیفیت هستند از هر لحاظ، چه از لحاظ ساخت، چه از لحاظ صفحه نمایش، چه از لحاظ دوربین. مخصوصا اولین موبایلی بود که با 3 دانه کامera یا با 3 لنز دوربین که است عرضه بازار شد. فعلا که از دوستان عزیز آیفون 11 پرو پرو مکس که است هیچ نقص نداره، خیلی ها که هنوز استفاده میکنن و از لحاظ با کیفیت بودن هم دوستان عزیز کیفیت ساخت بسیار بالایی داره. پشتش از شیشه است، پیشرویش هم از شیشه است، صفحه نمایشش و فریم هم و گردش که از فولاد ضد زنگ جور شده و خیلی کیفیت بالایی داره. دوربینایش هم 3 دانه لنز دوربین داره که دوستان عزیز واید و اولترا واید و تلفوتو است که خیلی دوربینای با کیفیت داره. و دیگه اینکه صفحه نمایش آیفون 11 پرو که است 58 اینچ است و آیفون 11 پرو مکس که است 6.5 اینچ. صفحه نمایش واقعا قابل قبول داره. بعد هر کس که بخواد مثلا صفحه نمایش خرد بخواد آیفون 11 پرو است، اگر صفحه نمایش بزرگتر بخواد آیفون 11 پرو مکس است. و فعلا هم که در بازار کابل دوستان عزیز آیفون 11 پرو پرو مکس که است، آیفون 11 پرو که است فعلا بین 18 تا 20 هزار افغانی که است خرید فروش میشه و آیفون 11 پرو مکس که است بین 23 تا 25 هزار افغانی که است خرید و فروش میشه. میریم به طرف آیفون بعدی ما. آیفون بعدی ما دوستان عزیز آیفون 12 است. آیفون 12 دوستان عزیز از هر لحاظ کیفیت عالی را داره، چه از لحاظ دوربین، چه از لحاظ صفحه نمایش، چه از لحاظ ساخت طراحی، از هر لحاظی که براتون بگویم خیلی کیفیت عالی را داره از هر لحاظ. و دیگه اینکه صفحه نمایش 6.1 اینچی داره، قابل قبول است. و دیگه اینکه بطریش هم که از نسبتا خوب است و صفحه نمایش هم که از اولد است، بسیار با کیفیت است و اولین موبایل بود که کاملا به شکل طراحیش کاملا به شکل تخت وارد بازار شد و واقعا هم که از خیلی مورد پسند دنیا قرار گرفت این طراحی آیفون 12 و همچنان 12 پرو پرو مکس. آیفون 12 دوستان عزیز برای فعلا در بازار کابل که است، یعنی برای فعلا در این ماه یا ماهش هم براتون بگویم ماه جولای است، 25 جولای است، فعلا امروز تاریخ 25 جولای است و برای ماه افغانی ما که است میشه 3 اسد 1404 و فعلا که از دوستان عزیز آیفون 12 در بازار کابل که است بین 21 تا 23 هزار افغانی که است خرید و فروش میشه و دیگه این هیچ گپ به گفتن ندارم در این باره دیگه. یک موبایل کاملا عالی و جذاب و خوشدست است از هر لحاظ. اگر پیسیتان میرسه برن آیفون 12 بگیرن بدون کدام چون و چرا. خیلی یک آیفون با کیفیت و از هر لحاظ عالی است. آیفون بعدی ما دوستان عزیز آیفون 12 پرو و پرو مکس است. دوستان عزیز 12 پرو پرو مکس در سال 2020 عرضه شد و اولین موبایلای بودن به شکل کاملا تخت طراحی شده بود و خیلی مردم که از دوست داشتن. از هر لحاظ هم صفحه نمایش بزرگتر جور شده بود، از هر لحاظ مثلا مثل رم بگویم برتان رمش 2 GB ارتقا پیدا کرده بود، از 4 GB شده بود 6 GB و دیگه اینکه دوربینای بسیار با کیفیت داشت و از هر لحاظ که است یک موبایل کاملا عالی و جذاب و خوش‌دست را که است وارد بازار دنیا کرده بود اپل و فعلا هم ارزش خیلی بالایی را در بازار داره. در هر بازار دنیا که بگویم فعلا هم که ارزش خیلی بالایی داره. خیلی مردم که خریدار این موبایل هستن، مخصوصا آیفون 12 پرو پرو مکس که فعلا هم که در بازار کابل آیفون 12 پرو که از 24000 بین 24 تا الی 26000 افغانی که خرید و فروش میشه و 12 پرو مکس هم که از 420 شروع میشه، $420 دیگه. شما خودتان باز بعداً ضرب بزنن. فعلا که از دلار در افغانستان که 69 افغانی است و آیفون 12 پرو مکس که از 420 بین 420 تا 450 یا $60 که خرید و فروش میشه. و دیگه اینکه یک آیفونایی هستن یا آیفونای 12 پرو پرو مکس کاملا دیگه عالی و جذاب و بدون کدام کلام، بدون کدام چون و چرا بهترین موبایلای بازار هستن تا فعلا هم. آیفون بعدی ما آیفون 13 خالی است. دوستان عزیز آیفون 13 که است فعلا در بازار کابل بین 24 تا 26 هزار افغانی که خرید و فروش میشه
او هم یکی از بهترین موبایل های اپل است. از هر لحاظ، چی از لحاظ طراحی، چی از لحاظ صفحه نمایش، چی از لحاظ دوربین، از هر لحاظ بهترین موبایل است. و موبایل بعدی ما دوستان عزیز آیفون 13 پرو است که 13 پرو هم بین مو 410 الا 450 دلار که از خرید و فروش میشه و همچنان 13 پرو مکس ما 13 پرو مکس ما هم از 500 دلار تا 600 دلار، بین 500 تا 600 دلار که خرید و فروش میشه. و بالاتر از او که از دوستان عزیز 14 پرو پرو مکس داریم، 14 داریم و که اسم 14 پرو پرو مکس از مو پروش مخصوصا 14 پرو که از 500 شروع میشه تا مو 600 یا 620 دلار که از خرید و فروش میشه. همچنان 14 پرو مکس ما که از 600 شروع میشه تا 700 720 دلار خرید و فروش میشه. و دیگه اینکه بالاتر از او 15 پرو پرو مکس می دیگه وا که از بالاتر از 750 800 و تا 16 پرو پرو مکس ما که بالاتر از 950 1000 1050 دلار که خرید و فروش میشه در بازار کابل. و دوستان عزیز این بود ویدیوی امروزی ما درباره قیمت های موبایل های آیفون در بازار کابل. خدا کنه که خوشتان آمده باشه. دوستان عزیز اگر کدام انتقاد و یا پیشنهاد دارین در بخش کامنت ها نوشته کنین، من میخوانم و جواب هر یک کامنت های شما را که پاسخ میتم. و دیگه اینکه دوستان عزیز اگر شما هایی که از این گونه ویدیو خوشتان میاد لطف نموده ویدیوی ما را لایک کنین و کامنت بتن در بخش کامنت ها کامنت نوشته کنین. و دیگه اینکه چنل ما را سابسکرایب کنین، زنگوله کانالیش هم فشار بتن تا هر موقعی که ویدیو آپلود کردیم شما اولین نفر بیننده ویدیوی ما باشین. تا ویدیوی بعدی شما را به خداوند یکتا بی‌نیاز میسپارم. شب و روزتان خوش. خدا نگهدارتان.